یکی از ویژگی‌های بازکار این هست که شما حتی بدون نیاز به ثبت نام میتونید برای شرکت‌ها رزومه ارسال بکنید. برای مثال فرض بکنید که من میخوام برای دنبال یک موقعیت شغلی برای کارشناس بازاریابی اینترنتی هستم. ما سعی کردیم که سیستم رو خیلی ساده بگیریم و جوری باشه که خیلی ساده کارآمد باشه و افراد بتونن ازش استفاده بکنن. بنابراین حتی بدون نیاز به ثبت نام همین امکان وجود داره که شما برای شرکت‌ها رزومه ارسال بکنید. من اینجا حالا فرض میکنم که دنبال یه موقعیت شغلی توی حوزه بازاریابی اینترنتی هستم. دسته شغلم رو انتخاب میکنم برای کارشناس بازاریابی اینترنتی، جستجو رو میزنم و حالا اولین موقعیت شغلی که مربوط به خود بازکار هست رو انتخاب میکنم. اینجا یه فرمی هست برای اطلاعات من که من میتونم اینجا اسمم رو وارد بکنم و بعد آدرس ایمیلم رو و شماره همراهم رو و بعد فایل رزومه‌ام رو انتخاب بکنم و همینجا رزومه‌ام رو ارسال بکنم. الان رزومه من با موفقیت برای این شرکت ارسال شده. به غیر از این مورد الان به صورت خودکار حساب کاربری من توی سیستم هم درست شده و اگر من بخوام میتونم وارد حساب کاربریم بشم. فقط دقت بکنید که اینجا چون هنوز من آدرس ایمیلم رو تایید نکردم نمیتونم وارد بخش داشبوردم بشم. باید برم توی آدرس ایمیلم و ایمیلم رو تایید بکنم. من مراجعه کردم به آدرس ایمیلم و لینکی که اونجا بود رو روش کلیک کردم و حساب کاربریم رو فعال کردم. مجددا روی ورود کلیک میکنم و میبینید که وارد در حقیقت بخش داشبوردم میشم. به همین سادگی، یعنی علاوه بر این که من تونستم هم برای اون شرکت رزومه ارسال بکنم، حساب کاربری من به صورت خودکار توی بازکار ایجاد شده و از این به بعد من میتونم که از امکانات بازکار استفاده بکنم. اگر دقت بکنید این موقعیت شغلی هست که من همین الان روش درخواست دادم. روش کلیک میکنم تا به صفحه جزئیاتش برم و مجددا روی ارسال رزومه کلیک میکنم و اینجا به هم میگه که شما قبلا برای این موقعیت شغلی رزومه ارسال کردید و این موضوع نشون میده که توی همون بخش بدون اینکه قبل از اینی که من ثبت نام کرده باشم رزومه من به صورت موفقیت آمیز برای این شرکت ارسال شده.